سلام، امیدوارم حالتون کلی خوب باشه. این اولین ویدیو یوتیوب منه که خودم توش حضور دارم. موضوع محبوب خیلی بلاگراست. موضوع چیه؟ آنباکسینگ. حالا آنباکسینگ چی؟ اینجا یه مدتی که یه سری وبسایت های خرید آنلاین که اومدم از چین میان محصولات، ولی به قیمت خیلی خیلی پایین، خیلی باب شده، مثل شین واقعا اسمشو نمیدونم. و من این سری تقریبا 2 هفته پیش یه سری چیزای خود کوچیک که لازم داشتم سفارش دادم. امروز با هم دیگه آنباکسینگ کنیم ببینیم چه جوریه، به چه کارمون میاد. قیمتاش هم بهتون میگم اینجا که هر کدوم ما چقدر خریدیم. حقیقتش اینجا هم میشه بدیم مثلا از مغازه چینی ها و این چیزا خرید کرد، ولی خب این خوبیش اینه که هر چیو که لازم داری سریع نگاه میکنی و مثلا اضافه میکنی به سبد خریدتو انجام میدی. من اینجا یه دقیقه ویدیو رو تون میکنم چون باز کردنش بکنم سخته یکم. خب برامون یه سری محصول فرستادم. خب یعنی نه اینکه فرستاده باشم، من خریدم، میخوایم با هم باز کنیم ببینیم چیه. اولیش بهتون میگم چیه. آها بچه ها، این شین بازم میگم نمیدونم تلفظشو. این محصولات آرایشی شیگلم هم که خیلی معروف شده داره. اولین چیزی که من ازش سفارش دادم کانسیلرشه. حالا من اینجا قیمتاشو دارم، نگاه میکنم بهتون میگم هر کدوم چند خریدم. کانسیلر شیگلم 2.52 سنته. حالا یورو روزو در بیارید ببینید قیمتش مثلا چقدر میشه به ریال. این کانسیلرشه که من گرفتم اگر اشتباه نکنم، بذارید روشو ببینم. آره این کانسیلرش. خب چیزای دیگه حقیقتشو نمیدونم، ولی من شنیدم محصولاتی که اینجوری خیلی ارزون میان اصلا environment friendly نیستن، همش چیزاییه که بر ضرر محیط زیسته و اینکه کارگران خیلی اذیت میشن موقع تولیدشون. اولین چیزی که من خیلی مدت‌های طولانی لازم داشتم کلیپس موه. این کلیپس رو الان بهتون میگم چقدر گرفتم. کلیپس 1 یورو 10 سنت. فکر کنم این یورو الان 60 تومن باشه یا بیشتر. حالا دیگه ببینید چجوریه. به نظر که اوکی میاد. پلاستیکیه، چیز خاصی هم نیست، حالا بگم چیز خاصیه. محصول بعدی که گرفتم بچه این خیلی باحاله، یه روز ویدیو میگیرم حتما میذارم. این برای اینه که کفشای سفیدتون رو باش تمیز کنید و من که دوستام گرفته بود خیلی خوب بود، خیلی راضی بود. حالا بازش میکنم، بعدا امتحان میکنم، بهتون تستشو نشون میدم. اینو چقدر گرفتم؟ اینو 1 یورو 56 سنت گرفتم. محصول بعدی بچه این برندیه که میگم بهتون شین. من شین تلفظ میکنم ولی خب بچه ها خیلی ها میگن چیزایی دیگه. اینو خیلی وقت میخواستم بخرم. این از ایناست که بعد از اینکه همون شامپو زدین اینجوری سرتون رو باش ماساژ میدین، گردش خون تو سرتون زیاد میکنه و سرتون هم خوب تمیزتر میکنه قاعدتا. قیمت این 1 یورو 19 سنت بود. محصول بعدی رو ازم به خدمتتون. این چقدر کوچولوه، من تصورم خیلی بزرگتر بود. این جای یخیه بچه ها، واقعا آدم تصوراتش از آنچه میبینه فرق داره. این 89 سنت من اینو خریدم. اینجوریه که یخ میریزید توش برای مثلا نوشیدنیاتون و اینا و دایره‌ای بهتون میده، کروی شکل در واقع. خب اینو امتحان میکنم بعدا بهتون میگم. این نمیدونم چقدر دیده میشه. این پیرسینگ بینیه ولی از اینا نیست که سوراخ لازم داشته باشه. من همیشه دوست داشتم ببینم پیرسینگ به من میاد یا نه، بر همین اینو گرفتم امتحان کنم، حالا ببینیم چطوری میشه. ولی اینو من چقدر گرفتم اگه پیداش کنم. آها اینو 85 سنت گرفتم. خرید بعدی که گرفتم
از این ساکای ایرانم من دیده بودم، نمیدونم چه این ساکا بیشتر برای اسباب کشی و اینا من گرفتم. از این ساکای این تو سایزهای مختلف داشت که همچین ساکیه برای اینکه مثلا خورده ریزامو بذارم توش و موقعی که میخوام جابجا کنم اذیت نشم. قیمت این الان به قیمت این 3 یورو 16 سنت بود. این سایزهای مختلف داشت. این سایز بزرگشه، سایز از این بزرگتر هم داشت، یعنی ایکس لارج هم داشت، این لارجه، ولی این فکر میکنم کافی بود برای من. حالا باید ببینم جا میشه وسایلم یا نه. محصول بعدی شیک لمچی داریم، ژل ابرو. همونجور که میبینید ابروهای من پره یه مقداری، برای همین من گفتم که بگیرم ببینم چجوریه. اینا رو استفاده کردم، حتما بهتون میگم خوبه یا نه. قیمت این 2 یورو 52 سنته. وای این واقعا یه بخش خیلی کمک کننده تو زندگی منه. توقعی حالا پکیجینگ بهتری داشتم، ولی اینا چیه الان بهتون میگم. من همیشه خدا کلیدم رو گم میکنم. حالا اینو واسه چی گرفتم؟ اینو واسه این گرفتم که پشت در اتاقم یه دونه از اینا وصل کنم و میتونید ببینید یا نه. اینو که وصل کنم کلیدم رو تق میندازم اینجا و هیچ وقت کلیدم رو تو اتاق گم نمی کنم یا یادم نمیره موقعی که میرم بیرون برش دارم. اینا چند بود؟ اینا یه پک تعدادیه، 1 2 3 4 5 6 7 8 تا فکر کنم. اینو 1 یورو 53 سنت خریدم و اینو خیلی وقت میخواستم بخرم. این یه پک 12 تایی اگه اشتباه نکنم، آره تیغ ابروه. اینو 1 یورو 22 سنت خریدم. واقعا میارزه فکر کنم، یعنی هولوش هر کدوم 10 سنته. حالا باید امتحان کنم ببینم حالا خوبه یا نه به درد نمیخوره. مورد بعدی که من یار همیشگی موهای من کشای چلیست. من موقعی که مهاجرت کرده بودم از ایران یه تعداد آورده بودم ولی تموم شد. بعد دیگه داشتم اینا رو سفارش میدادم، گفتم الان وقتشه که سفارش بدم و ارزون هم بود. پک 1000 تایی شده من گرفتم یا 500 تاییش، الان بهتون میگم چقدر. 1000 تاییش 71 سنته، 50 سنت. به پول اینجا چند، حالا نمیدونم دیگه با ایران الان چنده قیمت ها. و آخرین چیزی که برای اولین بار بچه‌ها، من واقعا نمیدونم چرا اینجوریه، من هر باری که یه لباسی آنلاین سفارش میدم هیچ وقت سایزم نیست، هیچ وقت خوب نیست. کلا با خرید آنلاین لباس خیلی مشکل دارم. این اولین باری که نه، یعنی هر بار سفارش دادم لباس آنلاین پس دادم. این سری سفارش دادم ببینم آیا پس خواهم داد یا نه. یه لباس تابستونیه. ریویوهاش خیلی خوب بود، کامنت های مردم خوب بود. این رنگ پارچشه. اینم مدلشه، یه مقداری فکر کنم کوتاه، باید بپوشم ببینم چجوریه. پشتش زیپ هم میخوره، واقعا توقع نداشتم که زیپ دار باشه، ولی خب. اینم از این. قیمت این فکر کنم 10 یورو شده بود، ببخشید 7 یورو 92 سنت، یعنی 8 یورو. اینجا 8 یورو بهتون ساندویچ هم نمیدن، ولی اینا رو هم دیگه شد 29 یورو 30 یورو. این خریدای این سایت ها بعدش اینه، هی نگاه میکنی مثلا این مثلا 20 سنت، میگی خب بخرم، همینجوری هی زیاد میشه یهو میبینید 30 یورو خرید کردید. حالا من واقعا همه اینا رو نیاز داشتم ولی خب 30 یورو خرید کردم، 29 یورو اگه اشتباه نکنم. الان نگاه میکنم دقیق بهتون میگم، ببخشید 26 یورو 25 یورو 59 سنت. این بود از خریده من. حالا احتمالاً بعدا یه ویدیو میگیرم و نظرم راجع به چیزایی که استفاده کردم بهتون میگم، ولی به نظر میاد که برای خریده کوچیک و
وقتی خریدایی که از مغازه چینی انجام میدید خرید بدی نباشه. فکر میکنم اگه بالای 10 یورو هم خرید کنید کلا شیپینگش رایگانه و خیلی تنوع داره. یعنی من میبینم یهو واقعا از اون سایت است که از شیر مرغ تا جون آدمی زاد توش میتونید چیزی پیدا کنید. حالا برید ببینید، خرید کنید. اگه شما تجربه خرید داشتید حتما بهم بگید، یا اگه سایت دیگه هست که مثل ایناست تجربه خرید داشتید چیزی داشته، حتما خوشحال میشم که نظرتون رو کامنت کنید. مرسی که تا اینجا با من همراه بودین. اگر ویدئوی خاصی دوست دارید که براتون بگیرم حتما بهم بگید، منو حمایت کنید، خوشحال میشم. بوس بهتون، مراقب خودتون باشید. بای.